وقتی انقلاب شد گفت من میخوام برم به جبهه. خدا توفیق شهادت مامون نداد دیگه. عکس زیاده، اینقدر آدما بودن با ما عکس داشتن که الان به درد نمیخوره عکساشون. پدر بزرگم مجبور بوده همیشه یه باجی بده به عوامل اونا که دوباره فردا می اومدن، حریف فردایی نمیشدن. یعنی مادر این شهدا دمه ای رو میذاشتن کنار، آب میکردن، ذوب میکردن، میرختن توی ترک‌های کف دست پدر این شهید. وقتی بند ناف تعلقا قطع میشه، از اون همه ثمرات و امکانات توی روستا که برای اون نفر برای درآمد و منافع کشاورزیش هست دست میکنه و دست میشوه و تعلقاش قطع میشه، عند ربهم یرزقون میشه. نون حلال، نون حلال، لقمه حلال. بچه‌ها دیگه بچه فردایی ها رو تقسیمشون کرده بودن توی گردن‌ها که همه یه جا نبودن که همه مثلا یه جا شهید بشن اینا. 100% مردم فردو در دوران دفاع مقدس حضور داشتن. انگار اتفاق خاصی تو روستا نیفتاده بود.